دوستان عزیز سلام، این برنامه ترانسفر در عمل است. ما چون هر وقت از گزارش‌های داخلی شروع میکنیم. از سنگی صدا میبراید و از ترانسفرهای خطلان نه، ولی این نوبت خطلانی هم یک تغییرات کادری کردند. اهلیدین حبیب‌اللهیف به هیئت دسته خطلان برگشت، یعنی ما پیوستن عضو یک عائله فوتبالی را مشاهده میکنیم. قرارداد همکاری میان دروازه‌بان و دسته تا آخر موسم به نظر گرفته شده است. نیمه یکم موسم باشد بازیکن بدون دسته بود. همزمان به تمرین‌های دسته شهری باختر بازیکن گانگی کریستیان دودزی برگشت. دودزی تا آخر موسم با دسته قراردادی همکاری داشت و نخواست دسته را ترک کند. دسته خطلان همچنین با فیاض جان غلاموف نیز در آخرین فرصت‌ها نخواست قرارداد همکاری پیشنهاد کند و بازیکن به صف ماهر یاوان پیوست. در قسمت شمالی کشور باشد سابق بازیگر استرافشان جواهر رسولوف به صف خوجند پیوست. جواهر در صف عقابان تحت رقم 7 هنرنمایی خواهد کرد. برگشت دلشاد بازار و به صف خوجند نیز رسما از جانب خود این تیم رسانه‌ای شد. با جواب دادن و آوردن گروه بازیگران خوجند در راه بازگشت به مقام‌های افتخاری چمپیونات میان را محکم بستنی است. دسته دیگری سوختی با نام اسخاتا باشد بعد آوردن 3 بازیگر استقلال همکنون با فتح‌اللهیف همکاری میکند. جانب‌ها به سازش رسیدند و قرارداد تا آخر موسم به امضا رسید. بهره معاش بازیگران از خزینه بانک اسخاتا که پول بیشتر بیرون می شود، شماره گل‌های دسته‌ای هم باید به مراتب زیادتر شوند. از ترانسفرهای خارج از آن میتوان گفت که منچستر یونایتد بعد گسیل کردن دیوید دخیا بدون یگان تشکری و معامله خوب به زودی عوض کننده او را پیدا نمود. این هم دروازه‌بان اساسی اینتر اندره آنانا بود که بر عوض 52.5 میلیون یورو به شهر منچستر کارکنی آمد و با دسته تنخاک شرطنامه زیر نقشه 5.1 امضا کرد. دروازه‌بان آفریقایی 27 ساله 5 سال من بعد اگر وقتی بازی حساس به مثال سیتی از هلند بر این حمله‌وران خلطه گل سر ندهد، پس به یک سال دیگر در بریتانیا برایش معاش کاری تامین میکنند. در موسم جاری باشد آنانا در سری آ در 24 بازی 24 گل سر داد. این بود که اینتر در فینال لیگ قهرمان‌ها به جایزه ماند و در ایتالیا هم تا قهرمانی رسیدن نتوانست. ولی در امیو امید بران دارند که نیگریوی وقتی بازی حساس به مثال دخیا و قول خود را در مثال فیلم‌های آمریکایی گندلف نمیگیرد. دسته دیگری از حساب پول و مال و دارایی گپزن اساسی در انگلیس باشد. این نوبت از شهری به دروازه لستر خاوی بارنز را شامل تیم کرد. زوغان نیوکاسل یونایتد به یگان قرقر زیادتی 38 میلیون پوند دادند و با الکای سابق بازیگری روبهان شرطنامه 5 ساله امضا نمودند. خاوی بارنز دستپروری لستر بوده در صف این تیم 187 بازی گذرانید، 45 گل زد و 32 پرتافت گلی ارسالی هم دستگاه نمود. در صف لستر این بازیگر 25 ساله غالب جام و سوپر جام انگلیس شده است. از این پس باشد با امید گرفتن پولی بیشتر و جایزه های دیگر پیراهن سیاه و سفید زاغان را به بر می‌کند. دسته فوتبالی از شهر بیرمینگم با سرداری اونای امری باشد مورگان سانسون را به اجاره به نیس روانه نمود. دسته فرانسوی میتواند با انجام مهلت شرطنامه بازیگری 28 ساله استون ویلا را خریداری کند. در صف ویلانو از سال 2021 برآمد داشته تا این دم در صف تیم‌های لمان، مونپلیه، مارسل و استراسبورگ بازی کرده است. از این پس باشد در صورت نشان دادن بازی برقرار در کشور فرانسه به پرگی خودی می شود. بر زمین استون ویلا موسی دیابی 24 ساله را با ارزش 50.10 میلیون یورو از بایر خریداری کرد و شرطنامه 5 ساله با بازیگر امضا کرد. در بوندسلیگای 22-23 دیابی 33 بازی گذرانید و مؤلف 9 گل و 8 پرتافتی گلی گردید. این هم یک طرف، ولی سرپولی تیم‌های انگلیسی واقعا هم به وجد می‌آورد که اینقدر زیاد خریداری بازیگران می‌کنند. ممکن که در این کشور بارانی بعضا وقت جای باران از آسمان پول هم می‌بارد. یک گزارش انجام داده دیگر انگلیسی آن است که اورتون آرناوت دنجومه را به یک موسم به اجاره گرفت. این هم بازیگر است که زمستان او را یک قدم دیگر از تمرینگاه اورتون جدا می‌کرد، ولی با رسیدن پیشنهاد از تاتنهام همانا به اورتون خیر و باد گفت.
باشگاه انگلیسی آرنوی 26 ساله را با یک موسم به اجاره گرفته طبق گفته‌های فابریسیو رومانو در شرطنامه حق خریداری درج نیافته است. اورتون الکی از گزارش آرنو دنجوما از ویلیاریال با نوشتجات زیرین اعلان کرده است. مرتبه دوم موفقانه، یعنی در کوشش دوم الکی چیزی مانع نشد تا به بازیگر پیراهن ایروزها پوشانند. مخلص باشد زیر اعلان اورتون چنین نوشته است: چطور شما بازیگری را خریدید که شما را رد کرده بود؟ من هم تلاش میکنم که چنین سطحی بی‌شرمی را داشته باشم. از یک جانب به این مخلص هم راضی شدن ممکن است. در یگان جای دیگر اگر چنین حالت رخ دهد حتی 7 پشت چنین فوتبالباز را به تیم رد میشدگی راه نمیدهند. در فوتبال فرانسوی باشد این نوبت در بازار مارسل آوازه‌دار از همه چرس و چالاک بود. سراول از رفتن سروان دسته دیمیتری پایت اعلان نمودند و بعداً چند خریداری‌های دیگر هم کردند. با بازیگر 36 ساله و دارنده رقم 10 در دسته بسیار هم خیربادی گرم و جوشان کردند و در آینده برایش کامیابی‌های بی‌نظیر آرزو نمودند. قابل قید است که پایت در صف مارسل از سال 2017 برآمد کرده پیشتر در این تیم سالهای 2013-15 بازی میکرد. نیمه‌نهاییگر 326 بازی در صف مارسل گذرانیده 78 گل زد و 95 مرتبه دیگر شریک گلزنی همدستگان شده است. خلاص چطور شاهدیم یک چهره رنگین تاریخ این تیم آوازه‌دار فرانسوی هم صحیفه نوی را در فوتبال ورق میزند. با رفتن پایت مارسل اوید گزارش ابامیانگ از چلسی اعلان نمود. از نفری که در چلسی بیزار بودند و در بارسا باشند که هرچند خود میخواست دوباره برگردد ولی هیچ کس فریادش نکرد. از این رو ابامیانگ 34 ساله را گزارش به مارسل را اولاتر دانست و تا سال 2026 اهلی ورزشگاه ویلادروم را اگر تواند شاد و مسرور بسازد. در موسم قبلی حمله‌ور منتخب گابون پیر امیک ابامیانگ یک گل در 15 بازی پرمیر لیگ انگلیا به ثمر رسانید و با چنین آمار دلبزار البته در لندن قرار کردند به پول از دردسر خلاص شوند. یوونتوس از همه جهت یاردار در موسم قبلی باشد. بعد پس سر کردن کلی مشکلات موسمی اخیراً از ارتور خلاص شد. زمانی که را بر عوض 2 میلیون یورو به اجاره به فیورنتینا روان کرد. حق خریداری بازیگری برزیلی باشد 20 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. اگر کی دست از فلورنس ارتور را بعداً بر عوض 20 میلیون خریداری کند این مبلغ در دوام 3 سال پرداخت کرده می شود. موسم اخیر باشد ارتور 26 ساله در شفاخانه لیورپول گذرانید، زیرا بعد 13 دقیقه بازی در میدان با پیراهن این تیم موسم را در بیمارخانه جنبست کرد. اگر شود و در فیورنتینا همچنین باشد دیگر اولاد یگان برزیلی در ایتالیا از خانه قبه در کنار نمیماند. در آلمان باید که حتما گپ را از زورترین ها سر کرد تا حالت تباه نشود. خون زور و میدان غریبی فوتبال آلمانی هم باوری است که این نوبت مارسل زابتسری برایش نالازم را فروختن به بروسیا دورتموند بر عوض 19 میلیون یورو لازم دانست. در حالی که خود پرقوت شود و حریفان ازلی ضعیف البته به نفع کار است. زنبورها باشند به یگان شک و تردید با بازیگر استرالیایی شرطنامه 4 ساله امضا نمودند. در صف قهرمانان آلمان بازیگر استرالیایی 54 بازی گذرانید و 2 گل زد. اگر شود و کار آمد گیرد گل سوم را در صف بروسیا به دروازه باواریا میزند. اشتراکچی دیگری موسم نوی لیگ قهرمانان از آلمان اونیون برلین است که تا بحث گفتن خریداری ها را دوام میدهد. این نوبت دسته برلینی لوکا توزا را از گرتا به دست آورد. نیمه‌نهاییگر 26 ساله که در بوندسلیگا موسم 22-23 5 گل در 33 بازی گرتا به ثمر رسانید و در میان نشانزن‌های بهترین تیمش زینه سوم گرفت، ولی صدراهی به بوندسلیگا دوم رفتن گرتا شدن نتوانست. اکنون مهمتر از همه صدراهی در مرحله گروهی جنبست کردن برآمد در لیگ قهرمانان باید شد. این هم ترکیه است که چمپیونات فوتبالی آن این نوبت ویلفرید زاها را آورد. زاها با تیم گالاتاسرای شرطنامه 3 ساله امضا کرد. معاش بازیگر 435 میلیون یورو سالانه خواهد بود. ویلفرید زاها بر زمین مبلغ علاوه پولی ها در حجم 233 میلیون یورو به دست خواهد آورد.
9 موسم اخیر بازیگر آفریقایی در صف کریستال پالاس برآمد کرد و هیچ پیشنهاد دقیقی دریافت شرطنامه از ابردسته را زیر دست نگرفت و از این رو قرار کرد که بهترش در ترکیه رفته برای سالهای نفقوی چند تنگه پول جمع کند. دسته آمریکایی اینتر میامی باشد بعد رفتن مسی با دستوری نابغه فوتبالی در اروپا چی رفیق نزدیک و چی بازیگر سابق بارسلونایی که در اروپا بود همگی با یک وگان به میامی برده شد. این نوبت بکهم که اکنون به نوکر وفاداری مسی تبدیل یافته است ژوردی آلبا را شامل تیم کرد. باشگاه MLS اوید امضاکنی شرطنامه با دفاعگر 34 ساله امضا کرده. در مورد مهلت شرطنامه تا حال چیزی گفته نشده است. درباره مهلت بود و باش سابق بازیگران بارسا از جمله بوسکتس و آلبا و دیگران اگر آیند من برایتان میگویم که خودی مسی از دست رفت این بازیگران همان زمان از اینتر میامی جام دانغون میکنند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.